جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. کافه کتاب، برنامه کافه کتاب تقدیم می‌کند. مهمانی ما باشید به اندازه نوشیدن یک فنجان قهوه. اینجا رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. با برنامه کافه کتاب گشت میزنیم در دنیای کتاب‌ها، رمان‌های جذاب و آثار ارزشمند نویسندگان دنیا و باری دیگر لذت دانستن را تجربه می‌کنیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگاری وجود و عدم. السلام علیکم شنوندگان محترم، همدیاران نازنین. مدینه حیدرزاده هستم و با کافه کتابی دیگر در خدمت شما دوستان خواهیم بود. عزیزان مهربان، طبق قرار ما روزهای دوشنبه با کتاب خواندنی و جذاب در کنارتان هستیم. اگر این برنامه مورد توجهتان شده باشد، کافه کتاب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و عضو کانال رادیو مهر در یوتیوب شوید و در همین لحظه که ما را میشنوید زنگولچه را نیز بزنید تا از برنامه‌های جدید ما در آینده با خبر شوید. تشکر بسیار. تا به حال درباره سفر اندیشیده اید؟ می‌دانید یکی از جذاب‌ترین اتفاقاتی که ممکن است برای هر کس رخ دهد همین سفر کردن است. رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر. جای نو برای کشف حقایق زیبا و جذاب. در دنیای امروز سفر کردن چه بسا آسان‌تر شده است. وجود این همه وسایل ارتباطی جهان را به دهکده کوچک تبدیل کرده است و هر کسی می‌تواند با هر آنچه که می‌پسندد، از هواپیما و قطار گرفته تا کشتی‌ها و ماشین‌های کوچک و بزرگ روی زمین گردش کند. اما جا دارد تا برایتان یک راه جذاب و البته بسیار سریع‌تر، کم خرج‌تر و خیال انگیزتر را معرفی کنم. بله دوستان، شما می توانید با خواندن رمان همراه شخصیت‌های داستان شوید و یک سفر دلانگیز را آغاز کنید و البته در این میان می توانید قهوه‌تان را نیز در آرامش بنوشید. پس اگر خواهان سفر پرفراز و نشیب هستید، همراهی ما شوید تا با هم سیر کنیم در تاریخ پرماجرای روسیه با کتاب خواندنی و جذاب گذر از رنج‌ها، اثری نویسنده‌ای به نام و مشهور روس الکسی تولستوی. پیش از آنکه به سراغ رمان گذر از رنج‌ها رویم، ابتدا کمی درباره خود نویسنده‌اش یعنی جناب الکسی تولستوی با شما صحبت می‌کنه.
الکسی نیکولایویچ تالستوی در 10 ژانویه سال 1883 در خانواده اشرافی به دنیا آمد. او پسر کنت نیکولای الکساندروویچ تالستوی بود که پس از او لقب کنت را به ارث برد. در سن پتربورگ در رشته فنی تحصیل کرد اما بعد به ادبیات روی آورد. نخستین مجموعه شعرش را در سال 1907 منتشر کرد اما بعدها آن را جزو آثار خود محسوب نکرد. در سال 1911 به داستان نویسی روی آورد اما جنگ جهانی اول در گرفت و او به عنوان خبرنگار به جبهه رفت. پس از جنگ و وقوع انقلاب اکتبر به مخالفان انقلاب پیوست و به فرانسه رفت. در فرانسه با مجله مهاجران روس به نام سالنامه معاصر همکاری می‌کرد. پس از چند انقلاب را پذیرفت و تقاضای بازگشت به وطن کرد و پس از توقف کوتاه در برلین راه کشور خویش را گرفت و در مسکو اقامت گزید و با خود آثار را که در دوران مهاجرت نوشته بود آورد. تالستوی در سال 1938 نشان لنین را دریافت کرد و در سال 1939 به عضویت اکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی درآمد. در سال 1941 به خاطر رمان پیاتر کبیر و سال 1943 برای گذر از رنجها جایزه استالین را دریافت کرد. تالستوی در 23 فوریه سال 1945 در حالی که شهرت و محبوبیت زیاد در شوروی داشت درگذشت و مرگ او ضایعه بزرگ برای ادبیات و فرهنگ روسی خوانده شده است. ضایعه‌ای که شاید فقط مرگ ماکسیم گورکی در سال 1936 با آن قابل قیاس باشد. شنوندگان محترم، ضمن قدردانی از همراهیتان در اینجا شما را دعوت می‌کنیم به آنچه درباره کتاب باید دانست. کتاب گذر از رنج‌ها که در 3 جلد و با عنوان‌های 2 خواهر، سال 18 و صبحی تیره به قلم الکسی تالستوی میباشد، کتاب ارزشمند است که همه تجربه‌های تاریخی رمان نویسی عظیم قرن 19 روسیه را در بر دارد. این کتاب به واقع پر از تحرک و عمل است و به دریای گاه توفنده و مهار ناپذیر و گاه آرام و موزون شبیه است. گذر از رنج‌ها گهواره آفتاب و آغوش مهربان امید و افق‌های باز آینده است. تالستوی این رمان را بر سنتی تاریخی و در حال تحول ملت روس بنا کرده است و دامنه تاریخی آن فراز و فرودهای جنگ جهانی اول و سپس انقلاب اکتبر و جنگ‌های داخلی را در بر می‌گیرد. از سوی نادرترین رمان است که نه از نگاه پرورش یافتگان سوسیال دموکراتی بلکه از دید یک اشرافزاده نوشته شده است که نخست با انقلاب شوروی از در سیتز برخاست اما به تدریج و در پی ظهور ثمرات عینی اجتماعی انقلاب از هواداران کشنده آن شد و به انقلاب پیوست.
البته تالستوی در این رمان عیب و هنر عناصر سرخ و سفید را به یکسان و بدون تعصب و تحریف بیان کرده است. ماجرای داستان کتاب گذر از رنج‌ها از شهر پتربورگ آغاز می شود. شهری که نویسنده این کتاب توصیفش می کند. پتربورگ شهر مستقر در کرانه جهان و غرق در رویای افتخاراتی بپایان و قدرتی بیکران. شهری که زندگی در آن نیمه شبانه و افسار گسیخته است و خودکشی در آن بسان یک بیماری همگیر شیوع پیدا کرده است. در این رمان تالستوی به طرح زندگی دو خواهر و عشقهای آنها به گونه رمانتیک می‌پردازد و روایت می‌کند که چگونه در گذر از رنج‌ها عشق دست نخورده می‌ماند. قهرمانان اصلی این اثر 4 روشنفکر به نام‌های داشا، کاتیا، تلگین و راشین هستند. چهره‌های داستانی و رویدادهایی که این چهره‌ها در آن دخیل هستند و با حس و روانشناسی بسیار عمیق بررسی شده‌اند. در حالی که نویسنده در صحنه پردازی‌های بس موفق روسیه‌ای در حال جنگ و ستون‌های ممتدی سربازان رهسپار کارزار و میلیون‌ها جسد را به ما نشان می‌دهد. در این صحنه آرایی است که شخصیت مرد شاخص می‌شود که با دفاع از عشق خود با تمامی عصر خویش به پیکار برمیخیزد. تالستوی روایت می‌کند که چگونه در گذر از رنج‌ها عشق دست نخورده می‌ماند. آنجا که پس از رسیدن ایوان ایلیچ که عاشق داشا، یکی از شخصیت‌های محوری داستان است، از زندان آلمانی‌ها فرار می‌کند و پس از سالها دوری با او ازدواج می‌کند. تالستوی صحنه آرایی دلانگیز از عشق این دو کرده است، آنجا که از زبان آنها می‌گوید سالها سپری خواهد شد، جنگ و انقلاب هم سپری خواهد شد، آنچه دست نخورده می‌ماند همان دلی سرشار از عشق ماست. تالستوی درباره رمان خود میگوید این داستان را در ایون سال 1941 دقیقاً روزی که به میهنم اعلان جنگ دادند به پایان بردم. نوشتن این تریلوژی جمعاً 22 سال طول کشید و تم اصلی این رمان بازگشت به خویش و به سنت و سرزمین آبا و اجدادی است و این واقعیت که ختام این داستان با به کوره جنگ رفتن کشورمان همزمان بود مرا مطمئن کرد که مسیر داستان درست بوده است. همدیاران عزیز، در ادامه شما را دعوت میکنم تا به پاره از این 3 کتاب توجه بفرمایید. در قسمت از کتاب اول یعنی 2 خواهر میخوانیم. نیکولای ایوانوویچ که تنها ماند پشت میز نشست و تا سپیده دم آه کشید. بعدها کاتیا پی برد که او در تمام آن مدت به زندگی خود اندیشیده و آن را مرور کرده بود و حاصل این اندیشه ها نامه مفصل بود خطاب به کاتیا که با استنتاج های زیر پایان می یافت. آره کاتیا،
همه ما در یک بنبست اخلاقی گرفتار آمده ایم. من در 5 سال اخیر نه احساس شدید داشتم و نه کار بزرگ انجام دادم. حتی عشق من به تو و ازدواجمان گویا همراه با نوع شتاب زدگی بود، نه زندگی. بلکه موجودیتی پیشی پا افتاده و نیمه دیوانه‌ای داشتم. گویا که مدام تحت تأثیر داروی بیهوشی بودم. خروج از این بنبست فقط به 2 طریق میسر است. یا باید به زندگیم پایان دهم و یا پسته‌ای که روی افکار و احساسات و ادراکم نشسته است بدرم و به دورش افکنم. اما یارای انتخاب هیچ کدام از این 2 راه حل را ندارم. در بخش از کتاب دوم یعنی سال 18 نیز می‌خوانیم: مردم روسیه دسته دسته و قطار قطار در توده‌های میلیون نفری از جبهه جنگ به روستاها و خانه‌ها و باتلاق‌ها و جنگل‌ها هجوم می‌بردند. در واگن‌های شیشه شکسته و بی‌در و پیکر طور کناری هم می‌ایستادند که اگر کسی هم می‌مرد جنازه اش را به خاطر تنگی جا نمی‌شد بیرون کشید و از پنجره بیرونش انداخت. روی پاگردها و سپرها و حتی سقف واگن‌ها جای سوزن انداختن نبود. مردم از سرما منجمد می شدند، زیر چرخ‌های واگن‌ها می افتادند و پایمال می شدند. سرهایشان به زیر پل‌ها می خورد و می شکست. در قسمت دیگر از کتاب سوم یعنی صبح تیره نیز آمده است: دشت خلوت با تنین نخستین شلیک ها جان گرفت. اینک شکافی سپیددم بر فراز استپ و در میان ابرهای دوردست داشت به هم می آمد. در شک که هر 2 انتهای روسریش را در دست گرفته بود، حتی مجال نیافته بود که از جای خود برخیزد. دوستان عزیز، از اینکه باری دیگر به ما افتخار دادید و شنونده برنامه کافه کتاب بودید کمال قدردانی را داریم و با آرزوی سربلندی و افتخاری روزافزون برای هر یک از شما برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدارتان. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org